پیش از اون لوده یک بار خشک کنم من اکو قالیبای میگیریم من این برای در دود برا کاملا نصب میکنیم ما من همراه دوگانم یک آشتانی کم مصرفی کم خرج ساختن یاد گرفتیم با قالیب ها ساخته میشد من با گاز برین علاوهش میبرد جوشش نغز من با کنه دودش میبرد هزیم کم صرف میشود من با هزیم با کمور با من دیهات که هست با تپک چی میشد نغز او با اوقات ها نغز میشود مقصد اساسی لایحه این دستگیری زن‌های تنها و عائله‌های آسیب‌پذیر میباشد. بنفیتسران لایحه زیاده از 210 نفر زن‌های تنها میباشند. همین 2 نفر زن‌ها با همین ملکه ساختن آشتان کم مصرف ملکه پیدا کردن و حاضر خودشان به خانه‌های بغیر از زن‌های تنها با بغیر از آنهایی که در خود جماعت می‌خواهند چنین آشتان‌های کم مصرف را سازند رفته آن را ساخته می‌توانند. اکن سال شرایط وضع این دختری کلانیم 3 فرزندش که همینجا عمدگی از همین سبب مایه جیغ زده همین خیلی یاردان وای کرد است یعنی تشکیلات امید رحمت ما جدایم دستیاری کردن من آشتانی بود آشتانم نبود نه اکن برای کم مصرف گفتن آشان برای همین آشتان ساخت تید کتا وای کردن همه آمده من آشتان ساخته داد است یعنی نغز کشد الان نغز نشود الان کنه آواز میبرد